خالچوب برای خر دیگه خر نداریم، هم خرها رو هر دوشم هم خیل کردیم. این خالچوب با علی احمد به گفتهش تا خیلی وقت در کار نمی شود. صاحب خرجیم با خالچوب در کار میشه. چند وقت پیش دو خری او را دزدیدند و بعد جستجوی جسد آنها را پوست کنده در غار نزد روستا پیدا کرد. در دشت در بند بستگی بود و آنها آمده بند خر رو بریدند. یک خر بندش بریده، همراه بندش بریده، خر دیگر از گلمیخ از زیر از زمین برکشیده گرفته همراه بند بریده، حتی بندهای را هم نگذاشتند. ساکنان روستاهای ولایت ختلان این روزها بیشتر به این حادثه ها روبرو می شوند و نگرانند که مراجعت پیوسته آنها به مقامات نتیجه دلخواه نداده است. گفتن دلیل نیست و یک چند مراتبه کردن، گفتن خیلی ما نیفتیم گفتم که جواب گردوندم، مراجعت کردن. در روستاهای ولایت ختلان که اکثرا مردم آن چاروادار و کشاورزند، برای کارهای هر روزه این حیوان چارپای بارکش مهم حساب می‌یابد. بنابراین از دست دادن آن برای آنها تلفات است. قریب در هر یک خانه این روستاها اقلاً یک خر نگهداری می شود. یگانه حیوانی کاری می باشد که برای منفعت همه مردم همین روستا ده خدمت میکنند، با آسیان آب میارن، با آسیان دیگر هیزم میارن، دیگر کاراشون اجرا میکنند. حسن چند روز اخیر خرش را میجست. خبر هلاکت خرهای همسایه را شنیده به تشویش افتاده است. یک هفته پیش می شود که 9 خر همینجا ده کشته شده، پوست کرده گرفته رفت. ساکنان دهه بلکدشت ناحیه دنغره میگویند تاجران چینی از بعضی ساکنان خرهای از پا افتاده آنها را به خاطر پوستشان خریدند. از این رو با اشاره به شیوه های کشتار خرها این حادثه ها را به رواج تجارت پوست آن نسبت میدهند. با گفتی به شنیدیم ما یک دانه پوست تا $200 قیمت داشته است، آنها برده به کسی سودا میکنند. در حالی که به درآمدناکی تاجران پوست خر اشاره می شود، ساکنان از ضرر مالی خود می گویند. آنها طلب دارند دزدان بازداشت شوند و از حساب آنها ضررشان جبران گردد. یک خر تا 700 سومانی نرخ دارد. از کجا در این شرایط معین خریدن خر هر روز هم امکانات نیست. با وجود این اگر خریدیم باز به همین اول گرفتار شدیم و باز به کجا مراجعه میکنیم. در بازار چین نرخ پوست یک خر تا $463 بالا رفته است. از قدیم در طب عنعنوی چینی از آن دوای می‌سازند که در جهان با نام اتزیاو مشهور است. آن را برای خوب کردن گردش خون، بلند برداشتن ایمونیتت و نگاه داشتن لطافت انسان استفاده می‌برند. در چین طلبات به پوست خر روز به روز می‌افزاید، اما پرورش آن کاهش یافته است. چین برای تامین بازار داخلی از کشورهای گوناگون این حیوان را می‌آورد. اگر از هندوستان و پاکستان آن را زنده بیارند، از کشورهای مثل روسیه، ازبکستان، اوکراین، قرقیزستان، قزاقستان و تاجیکستان تنها پوست آن را وارد می‌کنند.